سلام دوستان، وقتتون به خیر و شادی و خوش اومدید به چنل رادیو شب رو. ممنونم که روی این ویدیو کلیک کردید و امیدوارم که از شنیدن داستان امروزمون لذت کافی رو ببرید. داستان امروزمون یک داستان بسیار جذاب و پرهیجانه که توصیه میکنم شنیدنش رو از دست ندید و خواهشمندم قبل از اینکه بریم داستان رو با هم بشنویم تا فراموش نکردید همین الان لایک کنید و با من همراه باشید. فقط 3 سالم بود که مادرم سر زایمان سومش که اونم دختر بود فوت شد. 1 ساعت بعد دختر کوچولویی که اسمشو دوست داشتیم بذاریم نسیم، چشاشو که هنوز کامل به این دنیا باز نشده بود دوباره بست و توی این سفر طولانی مادرشو همراهی کرد. موندیم من و نرگس خواهر بزرگم و پدری که مثل خیلی از مردای دیگه طاقت بیزن موندن رو نداشت و هنوز سالگرد مادرم نشده در تکاپوی ازدواج و تجدید فراش بود. پدر من خانزاده بود و وضع مالی خوبی داشت. اون یه برادر بزرگترم داشت. ما و خانواده عمو حسین توی عمارتی که از پدر بزرگمون به جا مونده بود زندگی می‌کردیم. قبل از فوت مادرم هر کدوم توی ساختمون مجزا که تو حیاط بزرگ عمارت بود سکونت داشتیم. اما حالا دیگه با عمو اینا خونه یکی شده بودیم. آخه بابا اغلب خونه نبود و من و نرگس تنها بودیم. سخت بود ولی بازم از تنهایی توی اون خونه درنده‌اش بهتر بود. نرگس خواهرم خیلی هوای منو داشت تا نذاره احساس تنهایی کنم. ولی خب معلومه که هیچ کس نمیتونه جای خالی مادر رو برای یه دختر بچه پر کنه. وقتی میدیدم زنمون صبح به صبح با آب و تاب موهای هما دخترش رو شونه میکنه و میبافه، ناخودآگاه بغض گلومو فشار میداد و گاهی اشکم در میومد. البته روم نمیشد جلوی کسی گریه کنم. یه گوشه خلوت پیدا میکردم و بی صدا اشک میریختم. زنمون زن بدی نبود، اما خب اونم درگیر زندگی خودش و بچه‌هاش بود و خواسته یا ناخواسته توجه خاصی به ما نداشت. ما هم توقع زیادی ازش نداشتیم. همین که بهمون پناه داده بود و ما رو گرفته بود زیر پر و بال خودش برامون کافی بود و ممنونش بودیم. این حرفا رو همیشه نرگس بهم میزد و من چون میدونستم اون تنها کسیه که دلسوزمه و جز خوبی برام چیزی نمیخواد، حرفاشو با جون و دل میپذیرفتم و آویزه گوشم میکردم. راستم میگفت. کاری که زنمو برای ما کرد ننه جان یعنی مادر بابا برامون نکرد. اون حتی یه روزم به خودش زحمت نداد که از ما مواظبت کنه. تا حرفی میشد شروع میکرد به آه و ناله کردن که من خودم مریضم و خودمم دارم به زور اداره میکنم و از اینجور حرفا. در حالی که یک کلمش هم حقیقت نداشت و اون با اینکه 3 سالی ازش گذشته بود خیلی قبراق و سرحال بود. پس که به خودش میرسید و حواسش به خورد و خوراکش بود. آقام از مادرم صاحب پسر نشده بود و این بهونه خوبی شده بود برای ازدواج مجددش. اون روزا دغدغه‌اش شده بود همینو، هیچ توجهی به من و نرگس نداشت. ما از عمومون خیلی بیشتر محبت و توجه میدیدیم تا از پدر خودمون. نرگس 6 سالی از من بزرگتر بود. خیلی مهربون بود و تنها کسی بود که پشتم بهش گرم بود. اون خیلی بیشتر از سنش میفهمید. تو کارای خونم خیلی به زنمون کمک میکرد. ما هر دو داشتیم روزای سخت بیمادری رو سپری میکردیم و صدامون هم در نمیومد. تا اینکه یه شب بعد از شام عمو گفت که حالا که همه دور همیم داداش میخواد یه مسئله‌ای رو بهتون بگه. بعدم رو کرد به بابا و گفت بفرما داداش محسن. حرفاتو بزن و خودتو راحت کن. بابا یکم جابجا شد و بعد از صاف کردن گلوش گفت والا چه عرض کنم. مرگ اون خدا بیامرز بدجوری زندگی ما رو به هم ریخت و زندگیمونو از هم پاشون. این 2 بچه که نمیتونن تا ابد مزاحم شما باشن. تا حالاشم من شرمنده شما و زنداداشم که واسه شون کم نذاشتی. واسه همینم یکی رو در نظر دارم و قراره به زودی باهاش ازدواج کنم. گفتم شما رو هم در جریان بذارم که بعداً حرف و حدیثی پیش نیاد. زنمو یه دفعه رنگ به رنگ شد و با یه لحن خاصی گفت
پس قراره به سلامتی عروس جدید بیاد توی این خونه. مبارکه. کی هست حالا؟ بابا سرشو انداخت پایین و بعد چند ثانیه مکس به من و نرگس نگاهی کرد و گفت اسمش پریه. مال ده خودمون نیست. حالا عجله نکنید. ایشالله همین روزا میاد باهاش آشنا میشید. من و نرگس نگاهی به هم کردیم و نارضایتی از چشمامون پیدا بود. ولی کی جرأت داشت حرف بزنه؟ اصلا مگه کسی از ما نظری هم میخواست؟ اون شب من و نرگس حسابی رفتیم تو فکر. موقع خوابم دوتایی کنار هم دراز کشیدیم. نرگس دستم و توی دستش گرفت و گفت خواهر کوچولو قصه هیچی رو نخور. من کنارتم. هر زنیم که بیاد توی این خونه نمیذارم اذیتت کنه. دلم به حرفای نرگس گرم شد. تا اونجا که میدونستم نامادری‌ها آدمای خوبی نبودن. یعنی اینجوری بهم گفته بودن. جوری که حتی شنیدن اسمشم منو میترسون. ولی خب با حرفای نرگس یکم خیالم راحت شد و اون شب راحت خوابیدم. اما در عوض فردا صبح زود با صدای داد و بیداد زنمو از خواب پریدم که داشت قرقر میکرد و میگفت نگاه تو رو خدا لنگی ظهره و هنوز خوابن. فکر کردن همه مثل من ملاحظه‌شون رو میکنن و نمیدونن که از امروز که عروس جدید بیاد دیگه از این خبرها نیست. با شنیدن این حرف من و نرگس پا شدیم و رفتیم توی حیاط. زنمو تا چشش به ما دوتا افتاد بدون اینکه جواب سلاممونو بده گفت آقاتون رفته عروس جدید بیاره. پاشین برین دستی به سر و گوش خونتون بکشید. تو این مدت گرد و خاک همه جا رو گرفته حتما. به چند دقیقه نکشید که آماده شدیم و رفتیم خونه ما. زنمون چادر به کمرش بست و شروع کرد به خونه تکونی. با اینکه وضع مالی هر دوتا داداش خوب بود ولی همه کارا رو باید زن و دختراشون انجام میدادن و خبری از نوکر و کلفت نبود. زنمو و نرگس شروع کردن به تمیز کردن شیشه ها. پشتیا رو بیرون بردن و با جارو تمیزشون کردن. فرشا رو تکوندن و پرده ها رو هم شستن و توی آفتاب داغ تابستون سری خشکشون کردن و دوباره نصبشون کردن. زنمو تمیز میکرد و همزمان میگفت آخ قدسی کجایی زن؟ روحت شاد باشه الهی. رفتی و راحت شدی. خاک برات خبر نیاره که قراره اونقدر زود جاتو یکی دیگه پر کنه. بیا خانم هنوز نیومده باید واسش آب و جارو کنیم. باید همه جا رو برق بندازیم. کم مونده براش هجله خونم آماده کنیم. نرگس داشت بی صدا گریه میکرد که زنمو گفت بایدم گریه کنی. حق داری دختر. میگن نامادری. اسمش روشه دیگه. خدا میدونه چه افریته‌ای باشه. رفتم جلو و گفتم آبجی تو رو خدا گریه نکن. مگه نگفتی نمیذاری کسی اذیتم کنه؟ پس چرا خودت داری گریه میکنی؟ نرگس اشکاشو پاک کرد و گفت آره آبجی هیچ کس نمیتونه اذیتت کنه. پاشو بریم که بقیه کارا رو انجام بدیم. زنمو جارو رو برداشت و آب پاشید روش و گفت بذار با واقعیت کنار بیاد. توقع نداری که زن بابا بیاد قربون صدقتون بره. هرچی باشه اون خودش یه بچه داره. نرگس گفت یعنی چی؟ قرار اون بچهش هم بیاد اینجا زندگی کنه؟ زنمو پوزخندی زد و گفت درست نمیدونم ولی بعیدم نیست. بالاخره بچهشه دیگه. حالا ول کن این حرفا رو. بجام که چشم به هم بزنی شب شده. واقعا هم نظافت خونه اون روز خیلی طول کشید. ولی عوضش وقتی تمیز شد همه جا برق میزد. نرگس سماور رو روشن کرده بود و چای ریخته بود. زنمون گفت حداقل یه شربت درست میکردی. پختیم تو این هوای گرم. نرگس بلند شد که شربت درست کنه که زنمو انگار دلش سوخت و گفت بگیر بشی نمیخواد. بعدم در حالی که قند گذاشته بود گوشه لپش گفت خوب گوش کن دختر. تو بزرگتری. مبادا بهونه دست زن بابات بدیا. حواست باشه. یه ساعت دیگه میام دنبالتون. باید برید حموم و تر و تمیز بشین. شب آقا دست زنشو میگیره و میاره اینجا. عمه و ننه جانم میان که شام آماده کنن. ما هم باید بهشون کمک کنیم. همه چی باید آبرومندانه برگزار بشه. اونم به خاطر اسم و رسم خانوادگی خودمونه. زنمو چایشو خورد و رفت. من و نرگسم یکم استراحت کردیم و بعد با زنمو راهی حموم شدیم. اون روز زنمو پوستمونو کند. اونقدر که لیف و کیسه کشید به تنمون.
از حمومم که برگشتیم ننه جان و عمه گوهرم خونه ما بودن و منتظر آقام. یه چند تا از فامیلای نزدیکم دعوت کرده بودن. همش نگام به نرگس بود. تو خودش بود و حرفی نمیزد. اون شب ننه جان موهای من و نرگس رو بافت. نمیدونم چرا مهربون شده بود. از وقتی مادرم فوت شده بود نه زیاد میومد پیشمون نه روی خوشی نشون میداد که ما بریم پیشش. طولی نکشید که بابا و پری اومدن. با صدای کل کشیدن جمعیتی که همراه عروس اومده بودن ننه جان و عمه و زنمو از تعجب دهنشون باز مونده بود. زنمو رو به ننه گفت ننه جان اینا کیان که همراه عروس میان؟ قرار شام بمونن؟ ما فقط اندازه مهمونای خودمون شام درست کردیم ما. ننه زد روی دستش و گفت چی بگم ننه؟ حالا صبر کن بذار ببینیم چی میشه. شاید عروس رو بذارن و برن. عمه گوهر گفت نه مادر مگه میشه این قوم شام نخورده برن؟ آبرومون رفت. حالا باید چیکار کنیم؟ از صورت آقام خوشحالی میبارید. یک کت و شلوار توسی روشن تنش کرده بود و موهای کم پشتشو به یه طرف شونه کرده بود که کف سرشو بپوشونه. من هنوز نتونسته بودم صورت پری رو ببینم. ننه جان همچنان نگران کم اومدن غذا بود و داشت مثل گندم روی آتیش جلز و ولز میکرد. عمه گوهر رفت پیش آقام کشیدش کنار و یکم باهاش حرف زد و چند دقیقه بعد با صورت بهت زده برگشت. زنمو گفت چی شد گوهر؟ عمه با یه حالتی گفت چی بگم والا خدا شانس بده. بهش میگم غذا کمه چرا نگفتی که قرار مهمون بیاری؟ میخنده و میگه تو قصه نخور آبجی. به یاسر پسر کربلایی و داداشش سپردم یه گوسفند بزرگ قربونی کنن و بکشن به سیخ. ننه جان که از خصاصتش همه خبر داشتن زد توی صورتش و گفت چی؟ کباب؟ این پسر پاک عقلشو از دست داده. ظاهرا این زنی که هنوز از راه نرسیده میخشو خوب کوبونده. اگه کباب بیارن که هرچی غذا درست کردیم میمونه روی دستمون. بوی کباب بپیچه توی خونه دیگه کی میاد قیمه بخوره؟ عمه شونه ای بالا انداخت و گفت چه میدونم مادر. همون موقع آقام و پری اومدن داخل خونه. 2 صندلی گوشه حال گذاشتن و نشستن روش. فامیلای پری یه لحظه ساکت نمی شدن و با خودشون تشت آورده بودن و تا میتونستن میزدن و میخوندن. انگار پری دختر بچه بود و تازه ازدواج کرده بود. اصلا تمایلی به دیدن اون صحنه ها رو نداشتم. توی جشن شرکت کرده بودم که نبودن مادرم رو بیشتر یادآوری میکرد بهم. آقام از رو صورت پری تو رو کنار زد و من برای اولین بار دیدمش. صورتش خیلی توپل و گوشتی بود. حسابی هم آرایش کرده بود. نمیدونم چرا ولی با دیدن قیافش احساس ترس بهم دست داد و ته دلم خالی شد. دستام عرق کرده بود. دستای نرگس رو گرفتم و صفر چسبیدم. نرگس نگام کرد و گفت از هیچی نترس باشه. یه لبخند زورکی نشوندم گوشه یه لبم و گفتم چشم آبجی. بالاخره اون شب گذشت. شب سختی بود. زندگی ما با پری از فردای اون شب شروع شد. توی ده ما رسم بود که خانواده عروس صبح برای عروس و دوماد و کلن طایفه دوماد صبحونه می آوردن. فامیل نزدیک دومادم باید سر سفره حاضر می شدن. صبح زود ننه جان و عمه و زنمو پشت سر هم اومدن. اما هرچی منتظر شدن خبری از طایفه عروس و بساط صبحونه نشد. آقام و پریم که هنوز از اتاق بیرون نیومده بودن. ننه جان منو دید و گفت برو در اتاقو بزن بلکه آقا تشریف بیاره بیرون. نمیدونستم برم یا نه. میترسیدم آقام دعوام کنه. به نرگس نگاه کردم. اونم مثل من نمیدونست چه کار کنه. همون لحظه در اتاق باز شد و آقام اومد بیرون. اما مثل دیشب شاد و شنگول نبود. گفت چیه ننه خیر باشه کله سحری. ننه جان که بهش برخورده بود گفت یعنی چی خیر باشه؟ اومدیم برای صبحونه. رسم دیگه باید طرف عروس صبحونه بیاره برای خانواده دوماد. انگار یادت رفته رسم و رسوما رو. آقام اومد جلوتر و گفت ول کن ننه کدوم رسم و رسوم؟ مگه ازدواج اولمونه؟ همه با تعجب نگاه میکردن. عمه طاقت نیاورد و گفت
اگه ازدواج اولتون نیست پس اون لشکرکشی دیشب چی بود خاندا داشت؟ آقام گفت چه خبره؟ پری ناراحت میشه. الان میگم بچه‌ها یه چیزی آماده کنن بخورین دیگه. ننه جان بلند شد و گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست. ببین هنوز نیومده چه شر و فتنه‌ای به پا کرده. خدا آخر و عاقبتمون رو به خیر کنه الهی. یالا پاشو گوهر، پاشو بریم، اینجا دیگه جای ما نیست. کار دنیا برعکس شده والا. و قرقر کنان رفتن بیرون. زنمو سری تکون داد و آروم رو به من و نرگس گفت خدا به داد دلتون برسه. این زنی که من دیدم 100 سال سیا براتون مادر نمیشه. همه رفتن و ما تنها شدیم. آقام رو به نرگس گفت سماور رو روشن کن دختر. بساط صبونه رم بچین. نرگس به ناچار اطاعت کرد. منم رفتم کمکش تا خواهرم تنهایی کار نکنه. سفره رو که چیدیم پری با 1000 ناز و غمزه از اتاق اومد بیرون. کنار هم صبونه خوردیم و اون هیچ اهمیتی به وجود ما نمیداد. البته ما هم راضی بودیم که کاری به کارمون نداشته باشه. یه هفته گذشت و توی این یه هفته اتفاق خاصی نیفتاد. تا اون روز که شومترین روز زندگی من رقم خورد. قرار بود عمه گوهر بعد عروسی یه خیاط بیاره که برامون لباس بدوزه. پیغام فرستاد که بعد از ظهر یکیو میفرسته دنبالمون تا ما رو ببره خونه ننه جان که خیاط اونجا اندازه لباسمون رو بگیره. صبحونمون که خوردیم با همسایمون که خاله کبرا صداش میزدیم راهی خونه ننه جان شدیم. ننه جان حسابی ناراحت بود و سعی میکرد همش ما رو سوال پیچ کنه. من که بچه تر بودم متوجه قصد و نیتش نشدم و هر سوالی میپرسید جواب میدادم. اما نرگس کم حرف بود و زیاد چیزی نمیگفت. عمه چند تا پارچه برامون خریده بود. با دیدنشون حسابی ذوق زده شدم. ننه جان گفت خوب کردی گوهر اینا رو خریدی براشون. ولی تا قرون آخر از داداشت پولشو میگیری فهمیدی؟ کوفتش بشه زنی که هنوز نیومده داره افسار همه چیو میگیره تو دستش. رباب خانم خیاط خونگی ما بود. ننه جان همه لباساشو میداد اون بدوزه. رباب خانم متر دور گردنشو گرفت توی دستش و مشغول اندازه گیری شد. اون چشم از نرگس بر نمی داشت و همش میگفت ماشاءالله 1000 ماشاءالله. چشات به مادر خدا بیامرزت کشیده. تو بزرگ بشی چی میشی دختر؟ چشمم کف پات. راست میگفت. نرگس واقعا دختر زیبایی بود. سفید رو بود و چشم درشت و لب و بینی کوچیکی هم داشت. حیف که شانس و اقبالش به زیبایی صورتش نبود. رباب خانم وقتی ذوق منو برای لباس دید دلش سوخت و گفت نسرین جان قول میدم همین 2-3 روزه برات آمادش کنم. خیالت راحت باشه. از ذوق رفتم بغلش کردم. تعجب کرد ولی منو چسبون به خودش و سرمو نوازش کرد. چقدر احساس کمبود محبت میکردم. کارمون که تموم شد زود رفتیم خونه. به خاطر لباسا خیلی ذوق زده بودیم. دل تو دلم نبود که زودتر حاضر شه و بپوشمشون. همش با نرگس راجع بهش حرف می زدم. اونم از این که منو خوشحال می دید ذوق می کرد. شب وقتی آقام اومد خونه دیدم پری داره دم گوشش پچ پچ می کنه. سر شام آقام رو به ما کرد و گفت امروز کجا رفته بودین؟ نرگس گفت یه سر رفتیم خونه ننه جان. بابا با تشر گفت از این به بعد هر جا خواستین برین باید از پری اجازه بگیرین. خوب گوش کنید ببینید چی میگم. پری مادر شماست. وقتی من نیستم اختیارتون دست مادرتونه. نرگس گفت ولی آقا جون. آقام حرفشو قطع کرد و گفت ولی بی ولی. تا حالا مادر بالا سرتون نبوده خوب و بد و یاد نگرفتین. از این به بعد پری یادتون میده. پری لبخندی زد و نگاهمون کرد. فهمیدم که قراره از این به بعد روز خوش نداشته باشیم. هرچند که از وقتی اومده بود بیشتر کارا رو انداخته بود گردن نرگس و خودش بیشتر در حال استراحت بود. بعد شام رخت خواب انداختیم و با نرگس رفتیم توی اتاق. نگاه نرگس به سقف بود و داشت فکر میکرد. گفتم چی شده آبجی؟ گفت خیلی دلم گرفته. کاش مادرمون زنده بود. دلم براش تنگ شده. دوست داشتم الان پیشم بود و بغلش میکردم. اون موهامو نوازش میکرد و منم براش درد دل میکردم.
نرگس این حرفا رو میزد و به پهنای صورت اشک میریخت. برام عجیب بود. آبجی صبورم که همیشه سنگ صبور من بود و به هم دلداری میداد، اون شب اونقدر پریشون بود که سر درد دلش باز شده بود. اون شب نرگس کلی خاطره از مادرمون تعریف کرد. من از مادرم چیزی به خاطر نداشتم، اما همیشه وقتی مادرای بچه‌های دیگر رو میدیدم آرزو میکردم که ای کاش منم مادر داشتم. من و نرگس عادت داشتیم که دست همدیگر رو بگیریم و بخوابیم. اون شب نفهمیدیم که کی خوابمون برد. صبح با صدای باز شدن در و کوبیده شدنش به دیوار از جا پریدم و توی رخت خوابم نشستم. پری توی درگاه ایستاده بود و داد زد: نرگس پاشو، 1000 تا کار داری. مگه آقات نگفت هرچی من میگم باید گوش کنی؟ پاشو ببینم. از ترس داشتم سکته میکردم. وقتی دید نرگس جواب نمیده شروع کرد به لگد زدن بهش. خودمو انداختم جلوشو گفتم: تو رو خدا نکن، خواهرم گناه داره. با دستاش منو گرفت و پرت کرد یه طرف و گفت: بیا برو اونور ببینم. تو دیگه چی میگی بچه؟ عاقبت کسی که حرف گوش نده همینه. اگه تو هم مثل خواهر سرکش بشی بدتر از اینا سرت میاد، میفهمی؟ بعدم پتو رو از روی سر نرگس کشید. یکم مکث کرد و گفت: بلند شو، خودتو زدی به خواب آره؟ یالا پاشو میگم. بعدم دستشو گرفت و خواست بلندش کنه که یهو شروع کرد به جیغ کشیدن. من فقط نگاش میکردم. توی یه چشم به هم زدن خونمون پر جمعیت شد. اصلا نمیفهمیدم چی شده. یهو دیدم روی نرگس پارچه سیاه کشیدن. گریم گرفته بود و میگفتم: چرا این کارو میکنین؟ خواهرم خوابه، چرا روش چادر سیاه انداختین؟ بعدم شروع کردم به صدا کردنش. گریه میکردم و میگفتم: آبجی پاشو، تو رو خدا پاشو، من دارم میترسم آبجی، پاشو دیگه. همه گریه میکردن. ننه جان و زنمو آخرین نفری بودن که خبر به گوششون رسید و اومدن. عمه گوهر خودشو میزد و شیور میکرد. ننه جان بلند بلند روزه میخوند و خودشو تکون میداد. بابام هاج و واج و مبهوت مونده بود و رنگ به صورت نداشت. خدایا مگه میشه؟ جماعت گریه میکردن و میگفتن نرگس رفت پیش مادرش. باورم نمیشد. توی یه چشم به هم زدن خواهر نازنینم رفت زیر خاک. تنها شدم. تنها مونسم. تنها همدمم. منو گذاشت و رفت. زیاد اجازه نمیدادم که من توی مراسم باشم و بیشتر میذاشتنم خونه پیش بقیه بچه ها. کم کم حرفای مردم شروع شد. میگفتن حتما نامادریش یه بلایی سرش آورده. پریم خیلی گریه میکرد. نمیدونم به خاطر نرگس بود یا حرفایی که از این ور و اون ور به گوشش میرسید. روز سوم توی مسجد محل براش مراسم گرفتن. من پیش عمه گوهر و ننه جان نشسته بودم. ننه جان روزه میخوند و همه رو به گریه مینداخت. خاله هامو بعد از چند سال اونجا دیدم. ننه جان با دیدن خاله هام داغ دلش تازه شد و گفت: ای خدا قربونت برم، حتما باید این بچه رو میبردی که همه یادشون بیفته نرگسی هم هست. خدا این بچه هیچ کس رو نداشت. معلوم نیست که چی به بچم تو این چند ماه گذشت که دیگه نتونست طاقت بیاره. الهی که دشمنش بمیره. الهی که روز خوش نبینه هر که نتونست بچه منو ببینه. چشش زدن بچه‌مو. دختر من خوش قد و بالا بود، خوشگل بود. ای خدا. خاله هام یه گوشه نشسته بودن و اشک میریختن. عمه گوهر از همه بیشتر بیتابی میکرد. اون تنها کسی بود که واقعا به ما محبت داشت، اما شوهر خوبی نداشت و زیاد اجازه نداشت که به ما سر بزنه. همه معتقد بودن نرگس به خاطر زیباییش چشم خورده و از دنیا رفته. مراسما که تموم شد هر کسی رفت دنبال زندگی خودش. فقط من موندم که هر روز تنها و تنها تر می شدم. آقام و پری به هم اجازه نمی دادن برم سر خاک نرگس. حالا که می دونستم خواهرم برای همیشه اون زیر خوابیده، دلم می خواست ساعتها بالای سرش بشینم و باهاش حرف بزنم. عجیب احساس تنهایی می کردم. میگن بعضی آدم ها توی 7 آسمون حتی یه ستاره هم ندارن. حکایت من و سرنوشت منه.
انگار من به دنیا اومدم تا فقط سختی بکشم. اونقدر روزای خوب زندگیم کمه که حتی گاهی یادم نمیاد اونا رو. حال روحی بدی داشتم. شب ادراری گرفته بودم و شبا با ترس و گریه از خواب میپریدم. آقام اوایل سعی میکرد که منو آروم کنه، ولی خودم یه شب شنیدم که پری داشت میگفت آقا محسن اونقدر نرو پیشش دیگه، داره خودشو لوس میکنه، میدونه میری نازشو میخری، داره این کارا رو میکنه. همون شد و دیگه آقام نیومد سمتم. وقتایی که خودمو خیس میکردم پری مجبورم میکرد که خودم جامو تمیز کنم و بشورم و این کار برای بچه‌ای به سن و سال من واقعا کار سختی بود. عمه گوهرم گاهی دور از چشم شوهرش میومد پیشم. متوجه حال روز بدم شده بود. ننه جان دست به کار شده بود و از سید جعفر برام دعا گرفته بود. با یه پارچه سبز که تا یه مدت زیر بالشتم میذاشتم. اون از جریان نرگس مارگزیده شده بود و به خیال خودش برای من دعا گرفته بود که به سرنوشت نرگس دچار نشم. البته من به خوشگلی نرگس نبودم، ولی بازم نسبت به کل دخترای فامیل و در و همسایه سر داشتم. نمیدونم تأثیر دعا بود یا ترس از پری که کم کم داشتم به شرایط عادت میکردم. من چون سنم کم بود زیاد نمیتونستم مثل نرگس به پری کمک کنم و همین باعث شده بود که پری بیشتر از قبل با من لج بشه. پری یه بچه داشت که پیش خانواده شوهر سابقی زندگی میکرد. سال تا سالم سراغی ازش نمیگرفت. کلاً بوی از احساس و عواطف مادری نبرده بود. پول پدرم حسابی داشت بهش میچسبید. کجا بهتر از اینجا؟ تنها مزاحمش من بودم که اصلاً چشم دیدنمو نداشت. زندگی بدون نرگس خیلی برای من سخت شده بود. رفتار بابام عوض شده بود و پری اونقدر توی گوشش خونده بود که اونم باور کرده بود که دارم زیادی لوس میشم. اما آخه مگه کسی هم بود که بخواد منو لوس کنه؟ مگه کسی رو داشتم که بغلم کنه و بگه من کنارتم؟ من هیچ کس رو نداشتم. ننه جان و زنمو که وجود پری رو بهونه کرده بودن و پا توی خونمون نمیذاشتن. عمه گوهرم هم که شوهرش اجازه نمیداد و پاشو تو خونه بسته بود. رفتار پری هر روز بد و بدتر میشد. کارایی از من میخواست که اصلاً از من بر نمی اومد. توقع آشپزی و خونه‌داری و همه چیزو از من داشت. از منی که سن و سالی نداشتم. صبح زود بیدار میشد و میرفت خونه همسایه ها. با خیلیا دوست شده بود که قبلا چشم دیدن ما رو نداشتن. من برعکس نرگس خیلی بی دست و پا بودم و از پس هیچ کاری درست بر نمی اومدم. هرچند که این موضوع توی اون سن و سال من خیلی هم غیر عادی نبود. یه روز که از صبح گردگیری و جارو کرده بودم و دیگه توان هیچ کاری رو نداشتم، پری از بیرون اومد خونه. چادرشو در آورد و رفت توی مطبخ. چند دقیقه بعد اومد بیرون و دستاشو زد به کمرش و با اون چشای درشتش به من خیره شد و گفت آهای بیا اینجا ببینم چه سفید. ترسون و لرزون از جام بلند شدم و رفتم پیشش. گوشامو پیچید. از درد داشتم بیهوش می شدم. گفت مگه بهت نگفتم تا میرم و برگردم همه جا رو جارو بکش ها؟ زدم زیر گریه و گفتم نمیتونم، دستم درد میگیره. هلم داد و گفت به درک، به جهنم، از بس مف خوردی و خوابیدی اینجوری شدی، یه جاروی سادم ازت بر نمیاد؟ بعدم گفت میرم غذا رو گرم کنم، برگشتم باید همه جا تمیز باشه. خونه ما خیلی بزرگ بود و من میدونستم که از پسش بر نمیام. وایساده بودم و دور و برم رو نگاه میکردم که پری برگشت و وقتی دید هنوز شروع نکردم عصبی شد و رفت از روی دیوار کلیدو برداشت و بعدم دستامو کشید و منو با خودش برد سمت انباری ته حیاط. با گریه گفتم تو رو خدا نکن، تو رو خدا منو نبر اونجا، من میترسم. خندید و گفت من تو رو آدمت میکنم. خیره سر، فکر کردی منم مثل زنموی احمقتم که بذارم مفت و مجانی واسه خودت ول بچرخی؟ نه دیگه تموم شد اون روزا. بعدم در رو باز کرد و منو انداخت داخل انباری. از ترس داشتم سکته میکردم. پری در رو بست و رفت.
هرچی زجه زدم، التماس کردم، قسمش دادم. توجهی نکرد. انگار گوشاش نمیشنید حرفامو. جرأت نداشتم برگردم به عقب نگاه کنم. همه جا تاریک بود. روی در یه پنجره کوچیک بود که یه نور خیلی کمی می اومد داخل. دوباره شلوارم خیس شد. تا مرز سکته رفتم و چشامو بستم. گریه می کردم و کسی نبود به دادم برسه. نمیدونم چقدر گذشته بود که صدای باز شدن در اومد. پری جلوی در وایساده بود و گفت پاشو بیا بیرون. به سختی از جام بلند شدم و وقتی دید لباسم خیسه زد پس سرم و گفت خاک بر سرت کنن. بازم که خودتو خیس کردی. باز همه جا رو به گند کشیدی. حال به هم زن. اونقدر حالم بد بود که حد نداشت. خودمو شستم و لباسامو عوض کردم و رفتم داخل خونه. پری توی اتاق نشسته بود و با حالت عصبی گفت وای به حالت اگه بفهمم چیزی به بابات بگی. اون وقت من میدونم و تو. از ترسم جرأت نداشتم به بابام حرفی بزنم. بابام فکر میکرد که اوضاع گل و بلبله. خبر نداشت که چه بلاهایی داره تو خونه سرم میاد. چند ماهی از اومدن پری به خونمون میگذشت که متوجه شدیم بارداره. از اون روز دنیا برای من سیاه‌تر شد. دختر بچه‌ای که وقت مدرسه رفتنش بود باید خونه میموند و کلفتی نامادریشو میکرد. از همون روز اول که فهمید بارداره دیگه دست به سیاه و سفید نمیزد و من باید همه کارا رو میکردم. چقدر برای من سخت بود. گاهی دستم میسوخت و شب تا صبح از درد و سوزشش خوابم نمیبرد. عمه گوهر گاهگاهی یواشکی میومد و بهم سر میزد. اما وقتی شوهرش میفهمید کتک میخورد. ننه جانم که فقط به فکر خودش بود و همه رفتاراش ظاهرسازی بود جلوی مردم. زنمو هم که رابطه خوبی با پری نداشت. همه چی انگار دست به دست هم داده بود تا من تنها و تنهاتر بشم. نزدیکای بهار بود اما هوا دوباره حسابی سرد شده بود. یه برف سنگینم باریده بود و همه جا رو سفید پوش کرده بود. دلم حسابی هوای نرگس رو کرده بود. سالای قبل همین موقع سبزه می‌کاشتیم و بساط 7 سین رو حاضر می‌کردیم. بدجوری بیقرارش بودم. بعد نهار پری که خوابید از آقام اجازه گرفتم و رفتم سر خاکش. چکمه پوشیدم و رفتم اونجا. دلم هوایی شده بود و سرما و گرما نمیشناخت. قبرستون روستای ما روی تپه بود و روزای عادی هم به سختی میشد ازش بالا رفت. چه برسه به روزای برفی. نوک دماغم حسابی از سوز سرما قرمز شده بود و دستام یخ زده بود و قرمز شده بود. به سختی خودم رو رسوندم سر خاک. روی خاک برف نشسته بود. کنار زدم و یه تیکه سنگ پیدا کردم و همونجا نشستم. چقدر دلتنگ صورتش بودم. هر چقدر که باش حرف می زدم سیر نمی شدم. همونجا زدم زیر گریه و گفتم آبجی خیلی بی معرفتی. تو می دونستی که پری قرار ما رو اذیت کنه ولی باز منو تنها گذاشتی و رفتی. ای کاش که منم مرده بودم. وقتی تو و مامان نیستین من تو این دنیا تنهایی میخوام چیکار کنم؟ بابا که فقط فکر پریه. تو هم که نیستی. کاش منم مرده بودم آبجی. نمیدونم چقدر گذشت ولی اونقدر حس سبکی بهم دست داده بود که احساس میکردم میتونم بال در بیارم و پرواز کنم. اون دوروبر اصلاً آدم نبود. حتی پرنده‌ام پر نمیزد. نمیدونم آقام چجوری راضی شده بود که تنهایی بیام اون بالا. میدونستم دیر کردم و وقتی برسم پری به خدمتم میرسه. وقتی رسیدم دیدم جلوی خونمون پر کفشه و صدای حرف زدن میاد. رفتم تو. تا پامو گذاشتم داخل پری با یه حرکت برگشت سمتم و چنان کشیده‌ای توی گوشم زد که یه لحظه احساس کردم کر شدم و دیگه هیچ صدایی رو نمیشنوم. مادرش و خواهرش و زنداداشش همه داشتن نگاه میکردن. پری گفت دختری که بیچشم رو کدوم قبرستونی بودی ها؟ مگه این خونه صاحب نداره که کلتو میندازی پایین و واسه خودت میری ول میچرخی؟ پاشو برو غذا رو بذار. میبینی که مهمون داریم. برو دیگه. وایسادی منو نگاه میکنی؟ رفتم توی مطبخ نشستم روی زمین و توی دلم گفتم خدایا من چرا اینقدر بدبختم؟ چرا منو آفریدی؟
داشتم با خودم حرف میزدم که پری اومد تو و گفت نشستی اینجا که چی؟ مگه نگفتم غذا رو بار بذار؟ گفتم چی باید درست کنم؟ من که بلد نیستم واسه این همه آدم غذا بذارم. پری لبخندی زد و با بدجنسی گفت آبگوش بذار، خیلی هم راحته. بالاخره که باید آشپزی یاد بگیری دیگه، پس پاشو شروع کن. دلم میخواست داد بزنم، اما کی صدامو میشنید؟ کی به دادم میرسید؟ ناچار پا شدم و نخود و لوبیاها رو شستم و چند تا دیگه گوشتم انداختم توی قابلمه و گذاشتم که بپزه. تا اونجایی هم که جا داشت قابلمه رو پر از آب کردم. خلاصه غذا رو گذاشتم و رفتم تو اتاقم. تا به اون روز آبگوش نذاشته بودم و نمیدونستم کی میپزه. موقع شام پری رفت سر وقت غذا و هوار کشید و گفت این آبزیپو چیه درست کردی؟ گفتم من که گفتم بلد نیستم. دمپایی و پرت کرد سمتم و گفت فقط زبون درازی بلدی نه؟ الهی بمیری که از دستت راحت شم. آقام که انگار نه انگار من دخترشم. هرچی پری به هم بد و بیرا میگفت و نفرینم میکرد صداش در نمیومد. میترسی توفه رو از دست بده. تو همون عالم بچگی حالم از کاره بابام به هم میخورد. از اینکه همیشه منو نادیده میگرفت و همه توجهش به پری بود. اون شب پا شد و 2 مرغ سر برید و روی آتیش واسهشون کباب کرد و زبونشون یه جوری بند آورد. خلاصه گذشت. یه روز زنموم از بابام اجازه گرفت تا منو با خودش ببره خونه ننه جان. بابامم توی رو دروایسی اجازه داد. خوشحال و خندون راهی خونه ننه جان شدم. توی راه دست دختر عمومو گرفتم و خوشحال بودم که میتونیم یکم کنار هم باشیم. عمه گوهرم اونجا بود و حسابی دلش برام تنگ شده بود. زیر چشای سیاه و کبود بود. معلوم بود کتک خورده. شوهرش مرد شکاک و بددلی بود و دلم براش واقعا میسوخت. ننه جان دراز کشیده بود و خور و پفش سر به فلک گذاشته بود. بچه هم همه اونجا جمع بودن. من و دخترعمومم بهشون اضافه شدیم و تا غروب بازی کردیم. حسابی که خسته شدیم اومدیم داخل خونه. ننه جان گفت بیا ببینم. رفتم جلو پیش ننه جان. با سر اشاره کرد که بشین. کنارش نشستم و گفت این زنی که پری چی کارا میکنه؟ گفتم هیچ کاری نمیکنه. میخوره و میخوابه. آخه حامله است. همه شاخ در آوردن و گفتن حامله؟ چه زود. من نمیدونستم منظورشون چیه که ننه جان گفت بفرما گوهر خانم. حالا دیدین افریته فقط اومده بزاد که صاحب همه چی بشه؟ بوی پول بدجوری به مشامش خورده. وگرنه عاشق چشم و ابروی داداشت که نیست. عمه گفت چرا اینا رو به من میگی؟ مگه من آوردمش؟ یهو گفتم ننه جان میشه من اینجا بمونم؟ ننه ابروهاشو بالا داد و گفت واسه چی اینجا بمونی؟ گفتم آخه پری خیلی اذیتم میکنه. ننه جان نگذاشت و نبرداشت گفت نه خیر معلومه که نمیشه. هر کسی باید خونه خودش باشه. بهاره رو به زنمون کرد و گفت مامان میشه نسرینو ببریم خونه خودمون؟ مثل اون موقع ها. تو رو خدا مامان به خاطر من. زنمو دستی به سرش کشید و گفت نه مادر نمیشه. باباش اجازه نمیده. دمق شدم. حتی شامی که عمه پخته بود و نتونستم بخورم. آخر شب زنمو منو رسوند خونمون و رفت. بماند که اون شبم بابت بدون اجازه رفتنم یه کتک مفصل از پری خوردم. هرچی هم گفتم از بابام اجازه گرفتم فایده ای نداشت. حتی چند تا فحشم بار آقام کرد که بدون هماهنگی با اون به من یه همچین اجازه ای رو داده. چند وقتی گذشت و موقع زایمان پری رسید. اون درست روز اول پاییز وضع هم کرد و یه پسر به دنیا آورد. بماند که زایمان خیلی سختی هم داشت و یه روز تا شب کامل درد کشید و هوار زد. اون روز حتی منم دلم براش سوخت. خیلی مظلوم شده بود. اما وقتی بچهش به دنیا اومد تلافی همه رو در آورد و شد همون پری بدجنسه. حتی بدتر از قبل. اسم بچه رو گذاشتن یوسف. من خیلی دوستش داشتم و دلم میخواست بغلش کنم. راست میگن خون خونو میکشه. هرچی باشه اون داداشم بود. یادمه یه روز صبح چشامو باز کردم و دیدم داره صدای گریه یوسف میاد. چند دقیقه صبر کردم. گفتم پری الان بغلش میکنه و ساکت میشه. اما نشد.
رفتم سمت اتاقشون. یوسف توی رخت خوابش بود و داشت بلند بلند گریه میکرد. پری هم نبود. حد زدم رفته باشه دستشویی. رفتم تو و داداش کوچولومو بغل کردم. خیلی زود ساکت شد. داشتم دور اتاق میچرخیدم و قربون صدقه یوسف میرفتم که یهو سر و کله پری پیدا شد. یه خاک عالم به سرم بلند گفت و سری اومد بچه رو از بغلم گرفت. بعدم کلی چیز بارم کرد و دعوام کرد که چرا بچه رو برداشتم. حسابی هم تهدیدم کرد که اگه یه بار دیگه این کارو بکنم ال میکنه و بل میکنه. گذشت. تا یه روز صبح وقتی بیدار شدم دیدم پری توی اتاقمه و داره وسایل منو میریزه توی چمدون. هاج و واج نگاش کردم و گفتم چی شده؟ چرا لباسامو جمع میکنی؟ بدون نگاه کردن به من چمدونو بست و گذاشت کنار. موقع بیرون رفتن از اتاق گفت قراره یه مدتی بری یه جایی. از حرفاش خشکم زد. آقام همون لحظه اومد توی خونه و گفتی بهش؟ پری گفت بیا بشی. نه هنوز. داشتم میگفتم ببین نسرین تو قراره یه چند وقتی بری یه جایی. زدم زیر گریه و نذاشتم حرفش تموم شه. گفتم به خدا همه کارا رو خودم میکنم. نمیذارم تو هیچ کاری بکنی. منو تو رو خدا اینجا نفرستی. پری کلافه گفت یه مدت میری کمک یکی که بچه‌ش رو نگهداری همین. به آقام نگاه کردم. سرش پایین و گفت آره همین که پری میگه. یه مدت میری و زودم برمیگردی خونه. اون روز تا شب اشک ریختم. نمیدونستم چی کار کنم. به خودم گفتم صبح میرم خونه عمو و ازش میخوام که به دادم برسه. صبح پری بیدارم کرد و گفت پاشو آقات منتظره تا ببرتت یه جایی. هر چقدر گریه کردم و التماس کردم فایده ای نداشت. به زور منو فرستادن به خونه کسی که هیچی ازش نمیدونستم. مسیر طولانی بود. وقتی رسیدیم آقام اول خودش تنها رفت تو و صحبت کرد. از لایه در صورت مردی رو دیدم که همسن و سال آقام بود. مرد یه نگاهی به من کرد و یه چیزی گفت. آقام یه دسته پول ازش گرفت و اومد سمت من. بعد از گفتن یه حرفایی که من اصلا یه کلمش هم متوجه نشدم خداحافظی کرد و رفت. اون روز با همه وجودم از آقا متنفر شدم. جلوی در ایستادم و جرأت جلو رفتن نداشتم. تا اینکه یه خانم اومد جلو و اون مرد رفت. سوسن خانم فهمید که من ترسیدم. با یه لحن آروم گفت عزیزم چقدر کوچولویی تو. آخه چجوری دلشون اومده که تو رو بفرستن اینجا؟ بیا بریم تو. ته باغ یه خونه بود. از پله ها بالا رفتیم. 4 تا بچه داشتن با هم بازی میکردن. سوسن خانم زن خوبی بود. فوراً برام آب آورد و گفت اینا بچه های منن. دخترام مریم و مهناز و پسرام صابر و صالح. مریم 8 سالشه و مهناز 6 سالشه. صابر و صالح هم که 2 قلوان و تازه رفتن توی 2 سال. بعدم گفت قرار بود یه دختر نوجوان برام بفرستن که از بچه هام نگهداری کنه. آخه تو چه کار میتونی بکنی دختر جان؟ عجیب بود. منو فرستاده بودن که از این بچه ها نگهداری کنم. باورم نمیشد که پدرم اونقدر بی‌عاطفه باشه. مونده بودم چجوری پری تونسته بود بابامو راضی کنه که منو بفرسته خونه یه غریبه. سوسن خانم خیلی زن خوبی بود. رفتارش باعث شده بود که من آروم بشم و بتونم با این قضیه کنار بیام. شوهرش نظامی بود. اون خیلی جدی و خوش بود. برعکس خانمش که خیلی زن خوبی بود. شاید اگه محبت‌های اون زن نبود حتی یه دقیقه‌ام نمیتونستم اونجا بمونم. از اون روز زندگی جدید من شروع شد. خودم بچه بودم ولی باید از بچه‌ها نگهداری میکردم. من که عاشق یه لحظه بغل کردن یوسف بودم. حالا 2 تا بچه کوچیک بود توی این خونه که باید ازشون مواظبت میکردم. چند روز اول خیلی برام سخت بود ولی انگار یاد گرفته بودم که با سختی‌ها بجنگم و قوی بودن رو تمرین کنم. یه بار خیلی اتفاقی صحبت‌های سوسن خانم و شوهرش رو شنیدم. سوسن خانم داشت میگفت حبیب این دختر خیلی بچه است. اون الان باید بره درس بخونه، بره مدرسه. واسه کار کردن خیلی کوچیکه. شوهرش گفت خب به من چه؟ مگه من ننه باباشم که داری اینا رو بهم میگی؟ گفت دلم میسوزه والا. گناه داره.
اون باید الان تفریح کنه، بازی کنه. حبیب حرفشو قطع کرد و گفت میگی چی کار کنم ها؟ وقتی باباش در ازای چندر قازپول بچه‌شو تمام و کمال تقدیم میکنه برم بگم بفرما پسش آوردیم. بچه رو که جلوی در دیدم گفتم این خودش بچه است. گفت نه آقا نگران نباش، خیلی کار بلده، هرچی بهش بگید میتونه انجام بده. اشکم در اومد. چطور بابام دلش اومده بود که منو به این راحتی از خونش بیرون کنه؟ یعنی من اونقدر مزاحمشون بودم؟ همینجوری اشک میریختم و صالحو روی پام تکون میدادم. سوسن خانم اومد توی اتاق. اونقدر یهویی اومد که نتونستم اشکامو پاک کنم. کنارم نشست و دستمو گرفت و گفت حرفامونو شنیدی؟ نمیخواستم ناراحتت کنم. گفتم مهم نیست خانم، منو پس نفرستین، هر کاری بگین براتون انجام میدم. سوسن خانم اشکامو پاک کرد و گفت باشه تو دیگه گریه نکن عزیزم. اون روز سر درد دلم باز شد و هر چی که بهم گذشته بود و واسش تعریف کردم. سوسن خانم پا به پام اشک میریخت. بعدم گفت خدا لعنت کنه این زنو، خدا نبخشتش، چجوری تونسته اینقدر تو رو عذاب بده؟ از اون روز سوسن خانم حسابی هوامو داشت. منم تو کارا بهش کمک میکردم. با اینکه یکی از دختراش بزرگتر از من بود ولی دست به سیاه و سفید نمیزد و من خودم تنهایی همه کارا رو میکردم. دفتر کتاب دختراشو که میدیدم دلم میخواست منم میتونستم درس بخونم، اما اینا برام فقط یه آرزو بود. اونقدر سرگرم کارای خونه بودم که نمیدونستم کی شب میشه کی روز. 2 هفته از اومدن من به اون خونه گذشته بود. حتی یه بارم بیرون نرفته بودم. یه روز که آقا حبیب خونه بود سوسن خانم بچه‌ها رو بهش سپرد و به من گفت که بپوش بریم بیرون. ترسیدم. فکر کردم میخواد منو ببره خونمون. ازش خواهش کردم که این کارو نکنه. سوسن خانم خندید و گفت نترس دخترم، میخوام ببرمت بازار برات یه دست لباس بگیرم. نمیدونم دقیقاً کجا بودیم ولی هرچی بود میدونستم خیلی از روستامون دور شدیم. پری همه تلاششو کرده بود که منو از اون محیط دور کنه و موفقم شده بود. وگرنه کدوم پدری میتونه از جگرگوشش بگذره؟ من بچه بودم و سریع به هر کس و هر چیزی وابسته میشدم. مخصوصا این که از کمبود محبتم رنج میبردم. سوسن خانم تنها کسی بود که مثل یه بچه با هم رفتار میکرد. اون 2-3 دست لباس برام خرید. از ذوق میخواستم فقط جیغ بکشم. اون روز من شادترین دختر دنیا بودم. لباس کهنه هامو سوسن انداخت دور. خیلی خوشحال بودم که دیگه اونا رو نمیپوشم حالا. دیگه قلباً از پری ممنون بودم که منو فرستاده اینجا. حتی حاضر نبودم برای 1 ثانیه هم برگردم به اون خونه. تنها کسی که تو این دنیا دلم براش تنگ میشد نرگس بود. سوسن خانم زن خوش اخلاق و مهربونی بود، اما حبیب شوهرش خیلی خشک و بد اخلاق بود. سوسن خانم خیلی باهاش مدارا میکرد و با همه بدرفتاریای شوهرش کنار میومد. گاهی که حبیب خسته و عصبی از سر کار میومد و غرغر میکرد، اون فقط سکوت میکرد. بعدها فهمیدم که سوسن خانم از شوهرش بزرگتره و قبلا هم ازدواج کرده و شوهرش رو توی تصادف از دست داده. اما حبیب مجرد بوده و بدون رضایت پدر و مادرش با سوسن خانم ازدواج کرده. اینم فهمیدم که دخترها از شوهر اولشن و 2 قلوها از حبیب. تمام مال و ثروتی هم که داشتن متعلق به سوسن و دخترها بود و حبیب از خودش هیچی نداشت. روزا و شبا پشت سر هم میگذشت و من و بقیه بچه ها بزرگ و بزرگتر می شدیم. من از دخترای سوسن خیلی درشتر و قد بلندتر بودم و البته خوشگلتر. چند وقتی بود که حبیب گیر داده بود به سوسن و میگفت حالا که بچه ها بزرگتر شدن دیگه منو برگردونه خونمون. اما سوسن که میدونست توی اون خونه چه خبره و من دوست ندارم برگردم اونجا، هی امروز و فردا میکرد. چند وقت دیگه هم گذشت. یه روز داشتم حیاط خونه رو آب و جارو میکردم که در زدن. پرسیدم کیه؟ یه زن گفت منم، باز کن لطفاً. در رو باز کردم و سلام دادم و جواب گرفتم. اون زن یه نگاه به قد و بالای من کرد و گفت مادرت هست؟ گفتم
سوسن خانمو میگید؟ با تعجب گفت آره، مگه مادرت نیست؟ خندیدم و بدون اینکه توضیحی بدم گفتم الان صداش میکنم. اون زن اومده بود خواستگاری مریم، دختر بزرگه سوسن. اما اونو نپسندید و چشمش منو گرفت. حتی وقتی سوسن بهش گفت که پدر و مادر من کسای دیگه ین و من اونجا مهمونم، باز گفت اشکالی نداره، من همین دختر رو پسند کردم واسه پسرم. اینجوری شد که سوسن منو با خرت و پرتام برداشت و یه روز با شوهرش راهی خونه ما شدیم. راستش حالا دیگه منم راضی بودم به برگشتن، چون میگفتم ازدواج میکنم و برای همیشه از اون خونه میرم. حالا دیگه یکم عقلم در اومده بود. سختم بود خونه سوسن بمونم، خصوصا با اخلاق و رفتار شوهرش که قشنگ معلوم بود که با حضور من توی اون خونه مشکل داره. خلاصش کنم، من دوباره برگشتم خونه پدریم. پری و آقام وقتی شنیدن که قراره برام خواستگار بیاد، راحت‌تر منو پذیرفتن و تو خونه راه دادن. چند روز بعد از برگشتن من به واسطه سوسن خانم، خواستگارا اومدن. برای من فرقی نمی کرد که اون چه جوری یا چه شکلی باشه. فقط میخواستم که نقش ناجی رو برام داشته باشه و منو از اون خونه نجات بده. کل پروسه خواستگاری تا عقد و عروسی من با میثم 1 ماه نشد. آقام از همون شب اول بهشون گفت من دختر عقد کرده توی خونم نگه نمیدارم. صیغه که خونده بشه دیگه دختر مال شماست و مسئولیت همه چیشم با خودتونه. اونام روی حرف آقام حرف نزدن و شرطشو قبول کردن. شاید باورتون نشه که بگم مادر من اونقدر کدبانو و با فکر بود که خیلی از خرت و پرتای جهیزیه رو خریده بود و گذاشته بود توی انباری. اون موقع که نرگس زنده بود گاهی با هم میرفتیم و نگاهشون میکردیم. نرگس میگفت مامان اینا رو واسه من خریده، ولی نوبت تو که بشه من بابا رو مجبور میکنم بهترش رو واسط بخره. یادش بخیر، کاش زنده بود و الان عروسی اون بود. چقدر اون روزا بیشتر دلم هواشو میکرد. چقدر جاش خالی بود که بهم راه و رسم زندگی و شوهرداری رو یاد بده. چقدر من اون روزا بهش نیاز داشتم. میثم پسر خوبی بود. توی کارگاه ریختگری پدرش کار میکرد و درآمدش هم بد نبود. ما تا قبل از عروسی خیلی کم با هم حرف زده بودیم. اما توی همون مدت کمم من بهش علاقه‌مند شده بودم. اون موقع میثم 22 سالش بود و من 12 سالم بود. هرچند که اونقدر سختی کشیده بودم که به اندازه یه زن 30 ساله میفهمیدم. راجب شب عروسی و بقیه مسائل زن و شوهرداریم پری چیزایی بهم گفته بود و همینم باعث شده بود که من از چند روز قبل از شب عروسی استرس بگیرم. البته سوسن خانم اون شب همش کنارم بود و با حرفای خوبی که از اتفاقات آینده و مادر شدنم و اینجور چیزا برام میگفت بهم آرامش میداد. مراسم عروسی من توی حیاط خونه خودمون برگزار شد. پدر میثم هم سنگ تموم گذاشت و با شام و میوه و شیرینی حسابی از مهمونا پذیرایی کرد. ما باید توی طبقه دوم خونه پدری میثم زندگی میکردیم. پدر شوهر و مادر شوهرم واقعا آدمای خوبی بودن. منم از همون روز اول مامان و بابا صداشون کردم. از مامان و بابای خودم که خیلی ندیده بودم. واسه همینم جونم واسه اونا در میرفت. اونام خیلی منو دوست داشتن و بهم محبت میکردن. شب عروسی بعد از تموم شدن مراسم وقتی رفتیم خونه خودمون و خواستیم بریم توی رخت خواب، لحافو که کنار زدم با دیدن چیزایی که روی تشک دیدم شوکه شدم. اون یه ست لباس زیر زرشکی رنگ خیلی خوشگل بود. من از دیدنش خیلی ذوق کردم. فکر کردم میثم اونو به عنوان کادو واسم خریده. اما وقتی ازش پرسیدم، از شنیدن جوابی که بهم داد بیشتر جا خوردم. میثم روبروم نشست و گفت این لباس زیر آخرین کادویی که من برای دختری که دوستش داشتم و میخواستم باش ازدواج کنم خریدم. اما هیچ وقت فرصت نشد که بهش بدم. چون درست روز قبل از مراسم عقدمون تصادف کرد و از دنیا رفت. میثم اون شب ماجرای آشناییش با هانیه و عشق سوزانی که بینشون بود و مو به مو برام تعریف کرد و
گفت دوست نداره که هیچ چیزی رو راجع به خودش از من مخفی کنه. راستش من با شنیدن اون حرفا هم دلم برای اون سوخت، هم برای خودم. چون فکر میکردم حالام که ازدواج کردم شوهرم دلش باهام نیست و قراره توی این زندگی 1000 تا بلا سرم بیاد. با خودم میگفتم انگار خوشی به من نیومده و سرنوشت منو با غم و درد و بدبختی رقم زدن. این فکر را به شدت داشت آزارم میداد. اون شب میثم ازم خواست که توی رخت خواب اون لباس زیر رو بپوشم. بعدم بهم گفت که خودتو آماده کن تا برم یه چیزی بیارم و زود برمیگردم. اصلا نمیفهمیدم داره چه اتفاقی میفته. به قول امروزیا هویتمو گم کرده بودم. نمیدونستم کیم. نسرینم یا هانیه. سرم داشت گیج میرفت. چشام سنگین شده بود و دلم میخواست بیفتم یه گوشه و بدون هیچ دغدغه‌ای ساعتها بخوابم. چند دقیقه بعد میثم برگشت. یه چیزی هم توی دستش بود که وقتی اومد پیشم راجع بهش برام توضیح داد. اون یه دوربین عکاسی بود. میثم میخواست با اون لباس زیر از من عکس بگیره. بعدم عکس صورت هانیه رو بذاره جای صورت من. میگفت این حسرت به دلش مونده که هانیه رو توی اون لباس ببینه. حرفاش به نظرم مسخره میومد. نمیدونستم باید چی کار کنم. اما بالاخره با خواهش میثم قبول کردم و اون عکسی رو که میخواست ازم گرفت. من اون شب از دنیای دخترانه خودم عبور کردم و تو سن 12 سالگی وارد دنیای زنونه‌ای شدم که با بقیه دخترها زمین تا آسمون فرق داشت. میثم اون شب به جز دخترونگیم نسرین رو هم ازم گرفت و به جاش هانیه رو در من متولد کرد. من حالا دیگه هانیه بودم. دیگه نسرینی وجود نداشت. اوایل خیلی سخت بود اما کم کم باهاش کنار اومدم. خانواده میثم خیلی ممنونم بودن که پسرشون رو همراهی میکنم و به خواسته هاش تن میدم. مادرش برام تعریف کرد که بعد از مرگ هانیه میثم دوران خیلی بدی رو گذرونده. حتی میخواسته خودش رو از بین ببره که موفق نشده. من چون خودم عزیزامو از دست داده بودم خیلی خوب درکش میکردم و هر کاری میخواست براش انجام میدادم. گاهی با خودم فکر میکردم خیلی هم بهتر که دیگه نسرین نیستم. این همه مدت این اسم و هویت رو با خودم یدک کشیدم چی نصیبم شد جز بدبختی و دربدری. بذار بقیه عمرم هانیه باشم. شاید سرنوشت بهتری برام رقم بخوره. همینم شد. من کنار میثم زندگی خوبی رو تجربه کردم. ما توی مدت کوتاه تونستیم مستقل بشیم. چه تو کسب و کار و چه تو خونه و محل زندگی. 1 سال بعدم من اولین بچه‌مو به دنیا آوردم. یه دختر خوشگل که با نرگس عزیزم مو نمیزد. واسه همینم اسمشو گذاشتم نرگس. این بهترین اتفاق زندگیم بود. انگار خدا دوباره نرگس رو به من برگردون. من احساس میکردم که این مزد صبر من توی تمام این سالها بود و خدا از این طریق میخواست که بهم بگه همیشه کنارم بوده و هست و خواهد بود. من هانیه‌ام و امروز که داستان زندگیمو براتون روایت میکنم مادر 2 تا دختر و 2 تا پسرم که هر 4 تاشونم فرستادم خونه بخت و خدا رو شکر همشون خوشبختن و دارن خوب و خوش زندگی میکنن. خصوصا نرگس که واسه خودش یه خانم معلم حسابیه و تا حالا چندین بار به عنوان معلم نمونه انتخاب شده و من همیشه به وجودش افتخار میکنم. راستی توی داستان زندگی من چه چیزی شما رو بیشتر از همه چیز به فکر واداشت؟ ممنون میشم که اونو داخل کامنت ها برام بنویسید و اگه از داستان زندگی من راضی بودید و خوشتون اومد حتما اونو لایک کنید.